با درود خدمت تمام شما همدیاران و هموطنان عزیز و گرامی قدر. امروز میخوام در مورد سرقانون جمهوری تاجیکستان که کدام سال تأسیس شد و چگونه تغییر و ایلاوه ها در کدام سال به آن وارد کرده شد با شما صحبت کنم. همدیاران و هموطنان عزیز و گرامی قدر، آیا بار شما فکر کردید که قانون اساسی جمهوری تاجیکستان کدام سال تأسیس یافت و در کدام سال به آن تغییر و ایلاوه ها وارد کردند و اساس تغییر و ایلاوه ها وارد کردن به آن در چیست؟ آیا شما بار فکر کردید که چرا دولت های ابوالقدرت به مانند ایالات متحده آمریکا به سرقانون خودش تغییر و ایلاوه ها وارد نمی کند؟ برای همین در این ویدیوی کوتاه در این موضوع صحبت خواهیم کرد. همدیاران و هموطنان عزیز، سرقانون جمهوری تاجیکستان 6 نوامبر سال 1994 بر راه رأی‌پرسی عمومی خلقی تعیین گردید. آن زمینه حقوقی و سیاسی را معین کرد و شکل دولتداری را برای تاجیکان همچون یک دولت صاحب استقلال، دموکراتی، دنیوی و یگانه را معرفی ساخت. و طبق اساس آن طرز دولتداری ما یا شکل دولتداری ما به 3 شاخه جدا کرد: قانونگذار، اجراییه و شاخه سودی. و همین طریق از سال 1994 تا این جانب ما با این قانون ها زندگی. ولی 26 سپتامبر سال 1999 بار اول در سرقانون جمهوری تاجیکستان یک تجاوز و یا اینکه یک تغییر و ایلاوه ها وارد کرده شد. آن زمان ادعاهای حکومت این بود که برای گوناگون حزبی گردانیدن جمهوری تاجیکستان ما تغییر و ایلاوه ها وارد میکنیم تا اینه که در تاجیکستان گوناگون حزبی موجود باشد و هر اشخاص یا گروهی که میخوان یک حزب رو تشکیل کنند و در حکومت سهم داشته باشند میتونن از تأسیس دادن حزب یعنی کوشش کنند و از این طریق به حکومت وارد شوند و بیایند وارد پارلمان و نامزدی خودشان رو به پرزیدنت بدهند. نقطه اساسی که در آن سال مردم اهمیت ندادن این صلاحیت بیشتر دادن به پرزیدنت و همین باعث کشید که باری دوم 22 ایون سال 2003 تغییرات دیگری را به سرقانون جمهوری تاجیکستان وارد کرد. این بار این نه تنها تغییر و ایلاوه ها بود بلکه یک تجاوز مکمل به قانون اساسی جمهوری تاجیکستان. یعنی در سال 1999 صلاحیت خود را امامعلی رحمانوف زیادتر کرد که آن را مردم درک نکردند، ولی در سال 2003 این تغییرات هایی را وارد کرد که آن تغییرات ها حکومت یگانه را به خانواده امامعلی رحمانوف بخشید. یعنی 3 تغییر ایلاوه هایی که اساسی بودند در سال 2003 این بود: دراز گردانیدن مهلت پرزیدنتی به 7 سال. این یکی از چیزها. دوم، پیشنهاد کردن نامزدی از یک دوره به 2 دوره. سوم، تقویت نفوذ پرزیدنت و مالکیت خصوصی. از این طریق تمام شاخه ها را حکومت جمهوری تاجیکستان با سردار امامعلی رحمانوف به دست گرفت و امامعلی رحمانوف حق پیدا کرد که بار دیگر در انتخابات پرزیدنتی اشتراک کند، نه تنها 1 مرتبه بلکه 2 مرتبه. و سپس بار دیگر در تاریخ 22 می 2016 تغییرات 3 را به سرقانون جمهوری تاجیکستان چهار کردند، وارد کردند. این مراتبه تغییرات نه تنها متجاوزانه بود، این بار مسخره آمیز برای ملت تاجیکستان. در این تغییرات های سال 2016 بکار گردانیدن محدودیت مهلت برای امامعلی رحمانوف، یعنی تغییرات وارد کرده شد که امامعلی رحمانوف هر سالی که بخواهد، هر مقداری که بخواهد میتواند نامزدی خودش را پیشنهاد کند، به هیچ ممانعتی وجود نخواهد داشت. و علاوه بر این باز علاوه کردن یک دگرگونی دیگری که سین و سال از 35 تا 30 کم کرده شد. آن زمان فرزند خردی امامعلی رحمانوف، فرزند بزرگی امامعلی رحمانوف رستم امامعلی 29 ساله بودند. یعنی که در انتخابات آینده 30 ساله می شدند و حق اشتراک در این اجلاسیه را، یعنی در انتخابات پرزیدنتی را پیدا می کرد.
حالا در این سوال پاسخ نمیتیم که چرا آن زمان و کی برای او اجازت نداد که رستم میرملی را به او انتخابات پیشنهاد کند و او. ولی این تغییرات نشان داد که حکومت میرملی رحمانوف به اینه که صلاحیت خود را کامل کرده بود، بازم خواست صلاحیت خویشاوندی و خانوادگی خود را چکار کند؟ زیادتر کند. تغییرات دیگری که در اینجا آمده بود، دخل ناپذیری به خانواده میرملی رحمانوف. یعنی هیچ قانونگذاری و هیچ شخصیت حق ندارد که در اموال خانواده میرملی رحمانوف و در شخصیت میرملی رحمانوف دخالت بکند. چقدر پول دارد، چقدر می‌دزدد، چقدر میبرد و ما این حق را از دست دادیم. و دیگر علاوه‌ای که وارد کردن در همین سال، این تأسیس حزب‌های دینی، نه حزب دینی اسلامی باشد، نصرانی باشد، هر حزبی که باشد اسم دینی در آن باشد در تاجیکستان ممنوع کرده شد. خب این چند تغییرات هایی بود که ربط داشت به سرقانون جمهوری تاجیکستان و تأسیس آن. شما مطمئن باشید که تغییرات و علاوه ها به سرقانون جمهوری تاجیکستان که بارها به آن وارد کرده می شود، زندگی ما و شما رو بهتر نمی کند. همین طوری که وقت نشان داد هر تغییر و علاوه هایی که وارد کردن زندگی مردم تاجیکستان را بدتر و بدتر کرد. ظلم را بیشتر کرد، شکنجه را بیشتر کرد، قتل و کشتار را بیشتر کرد، ناداری را بیشتر کرد، مهاجرت را بیشتر کرد. یعنی تمام ساحه ها را ما اگر در تاجیکستان نظر کنیم، این تغییر و علاوه ها به نفع مردم تاجیکستان نبود. پس ما از اینجا به خلاصه میرسیم که هیچ تغییر و علاوه ها به نفع مردم نیست و نباید ما اجازه بدیم که تغییر و علاوه ها در جمهوری تاجیکستان کرده بشه. و اگر ما هر حکومتی که به سر حاکمیت میاد به اون اجازه دادیم تغییر و علاوه ها به سرقانونی رو وارد کردن، مطمئن باشید که اون دیگر سرقانون نخواهد بود، اون قانون یک خانواده خواهد بود که غلامای خود را طوری که میخواهد اداره میکند. اول صلاحیت خود را بیشتر میکند، بعد میاد به خود امکانی کاملا در دست گرفتن حاکمیت را میدهد و بار سوم میاد کاملا به خانواده خود این حاکمیت را متعلق میسازد. یعنی شاخه امروزه تاجیکستان این گونه آغاز شد. اول سرقانون را تشکیل دادن برای معین گردانیدن حکمرانی و دولتداری و سپس اون قانون را بار اول تغییر دادن برای بیشتر کردن صلاحیت یک شخص و سپس برگردانیدن اون را کاملا حکومت را بخشیدن به یک نفر که اون دیگر حکومت میرملی رحمانوف خواهد بود و بار سوم آمدن کامل تاجیکستان را بخشیدن به دست یک خانواده، نه تنها میرملی رحمانوف بلکه خانواده میرملی رحمانوف. یعنی از تصویری که ما امروز میبرداریم از تغییرات و علاوه ها در تاجیکستان به این برمیگرده که حکومت را اول گرفتن صلاحیت بیشتر کردن، بعدا گرفتن بخشیدن به میرملی رحمانوف، سوم باره گرفتن کاملا بخشیدن به خانواده میرملی رحمانوف. پس امروز بتوانیم تاجیکستان را نه همچون یک جمهوری تاجیکستان بلکه سلاله رحمانیان نامبری کنیم و در غیر این صورت ما نمیتوانیم اسم دیگری به این کشور در عین حال بگذاریم، زیرا تمام کارهایی که این خانواده میخواد در تاجیکستان انجام بدهد و کسی سری روی آنها را گرفتن نمیتواند. امروز 22 می سال 2025 است و تقریبا 9 سال از تغییر و علاوه های آخر میگذرد و ما هیچ دیگرگونی و پیشروی را در جامعه مگر ذلت، بیشرفی، بیناموسی، مهاجرت، بدبینی، چیز دیگری نمیبینیم، شکنجه و ظلم. برای همین بار دیگر به شما یادرس میکنیم که این متجاوزین همین گونه غصب کردن حاکمیت، غصب کردن مردم را ادامه میتین و اگر که ما و شما برنخیزیم مطمئن باشید که هیچ قانونی که برای مردم و ملت باشد باقی نخواهد ماند و هر روز حیات ما، زندگی ما، همه مال و ملک ما به فنا خواهد رفت و هیچ بهبودی در آن نخواهد بود. مرگ بر هر کسی بود که
قانون‌هایی رو که برای مردم و برای ملت است تغییر میده. زنده باد تاجیکستان، زنده باد مردم تاجیکستان. آزاد باد تاجیکستان، آزاد باد مردم تاجیکستان. شما رو به خدا می‌سپارم.